سلام رفقا، حالتون چطوره؟ طبق معمول شاهد یک کار هیجان انگیز دیگه از سرویس هستیم. تا یادتون نرفته قبل از دیدن ویدیو ما رو ساب و لایک کنید. آماده بچه‌ها؟ پشت سر من یه آدم کشه باید که تا آخر روز با چاقوی پلاستیکیش بره بزنه $100,000 میبره. بیا اینم چاقوی پلاستیکی. یا تنابو باز کن. داری چی کار میکنی؟ نمیتونم خلاص شم. تا بعد پسرا تو جنگل یه ماشین براتون گذاشتم. چی خودت آزاد کردی؟ این خفن ترین چیزیه که تا حالا دیدین. یه تانک واقعی داریم، یه جشن توپ، یه بانکومت ترکونی و کل کار دیگه برای فرار از جنگ یه آدم کش واقعی. مطمئنم داره تو میخواد این برنامه رو ببینی. خود را داره دور میشه. باید عجله کنیم رفقا. خودم بهش چاقو میزنم. یه جایی تو جنگل یه ماشینه، باید پیداش کنیم. بچه‌ها یه ماشین اونجاست. مطمئنی اون مال توئه؟ کاملا مطمئن. برو. خیلی خوب، به ایستگاه قطار رسیدیم. یه عالمه قطار تو این گمرک وجود داره. تا بعد طول میکشه منو پیدا کنن. تو این کوله پشتی انیمیشن ماشینا نه تنها $100,000 بلکه یه رادیو هم هست که محل واقعی منو به اون آدم کشه. جیمی رو پیدا کردم. ظاهرا تو یه گمرک یکم جلوتر توقف کرده. ببینم محیط گمرک چطوریه؟ شبیه جایی که همه قطارا میرن. آره. اصلا جیمی از کجا برای چنین کاری آدم کشگی رو؟ اون منو پیدا نکرده. من جیمی رو پیدا کردم. بنده خدا فکر کرده ماشین رو بهش دادم کارشو آسون کردم. ولی الان وقتشه با حقیقت روبرو بشن. کریستا تو تانکی؟ آره تانک از کجا گیر آوردی؟ ما نگران این چیزا نباش. وقتی آدم کش و پسر رو به گمرک رسیدن داخل ماشینشون رو بیا. دریافت شد کامل و افراد واضح. دیگه‌ای که دنبال جیمی بودن و دیدم. حتما اونجا حاضر و آماده منتظرمونه. پس میتونین ما رو با انگشت نشون بدید و مسخرمون کنید. خیلی خوب، این دفعه دیگه اتفاق نمیافته. خیلی خوب رفقا، وارد میشیم و مستقیم میریم سر وقت ساختمون برق. خیلی مستقیم. یه دوربین اونجاست اونها. بیاین ببینیم این پشته یا نه. بزن بریم. کریس اونا وارد گمرک شدن. میدونی چی کار کنی دیگه؟ دریافت شد. برو سیریس کارش تمومه. ماشین رو بترک کن. وای خدا. خدای من. کریس با خاک یکسان کردنشون چطور پیش میره؟ آره. جریان چیه؟ من چطور اینو ندیدم؟ این یه دره؟ باید بریم به جنبیدم. مطمئنا یه چیزی اونجا هست. راه فرارمون دقیقاً همینجاست. سریعتر برو بچم دیگه، برو. جون مادرت، برو گاز بده که. برو. اصلی چه نجات بو. شیشه. خدای من چی کار میکنی؟ بدو. حماسی بود بکنه. دارم دیفونه میشم. اون رفت. باید به ماشین برسیم. راه بیافتین. وای نه، شوخیت گرفته. جون؟ با تانک از روی ماشینمون رد شدن. من با تانک از اون ماشینت رد شدم. جیمی چی شده؟ ماشینمون عملاً پنکیک شده. آره، خامه بزن خوشبسته تر شه. یا تاکسی بگیرین یا یه ماشین بخرین، هر جوری دوست دارین. این تاکسی تلفنیمونه؟ سلام. درست پشت سرش برو، گاز بده. خیلی خوب رفقا، اون توی بزرگراه داره به سمت شهر. وای داره از بزرگراه خارج میشه، داره میره. ما کجاییم؟ خیلی دوریم. حالا ما تو هتلیم که همه اتاقاش رو رزرو کردیم. اینم کلید اتاقامونه. اینجا ما منتظر آدم کشمونیم و وقتی که تو طبقه 20 منتظر آدم کشمونیم داریم با بیشتر از 100 تا دوربین سانت به سانت هتل زیر نظر دیدم که میگیریم. رادیوش همینجا توقف کرده. جای بزرگیه، احتمالاً 1,000,000 اتاق داخلش داره. دوباره نمیذاریم از دستمون قصر در بره. خیلی خوب رفقا، رادیو میگه که اون داخل. این دیگه چیه؟ به نظر درست نمیاد. کلید اتاقا رو داریم. طبقه 10. یه احمق پشت خطه. تو واقعا آدم بیشوری هستی. از اونجایی که صداتون رو میشنوم یعنی تو محدوده تلفن سنگرین، که یعنی الان تو هتلی هستین که نمیدونستم وارد شدین. تقصیر منه. عجب. من توی یکی از 200 اتاق قایب شدم. تو هر اتاقی هم یه چیز کوچولو موچولو براتون پنهون کردم. موفق باشین قربونتون. میدونستم. تا زودتر به اونجا برسم و هرچه سریعتر دستم بهش برسه. بیاین انجامش بدیم. بریم تو کارش. شما هم میشنوین؟ یعنی اینجا نیست؟ نه اینجا نیست، اینجا مراسم خاک برسریه. اینجا مراسم پس و خاک برسریه. بریم. وای اونا تو طبقه 10. آقای آدم کاش به دوربین نگاه کن. نظرت در مورد این چیه جیمی؟ هنوز 100 تا دوربین دیگه داریم جوجو. جیمی دارم میام تو. جیمی خدا قوت بچه. امکان نداره. جیمی
18. ما طبقه چندم؟ 18. ای وای یه دستی صبر کن، شاید بهتر باشه که آماده شیم. آقای آدم کاش شریان از این قراره وقت جنابالی داره تموم میشه و جفتمون میدونیم که بدون سرنخ عمرن نمیتونیم منو پیدا کنی. بهت محل دقیقی که تو این هتل هستم و میدم به شرط اینکه کارد و چندل رو تو اتاق 1802 ببندیشون. باشه میبندمشون. تا وقتی این کارو نکردی با من حرف نزن. امیدوارم نشکسته باشه. تنها راه وای فهم. وای پسر. کار بله جیمی. میخوام قضیه رو شخصی برداشت نکنی. کاملا شخصی به نظر. خیلی خوب بزن بریم. من خیلی خستم، نمیخوام باهاش بجنگم. میدونم که کمک چندانی بهت نکرده و اجازه دادیم جیمی فرار. امیدوارم حسابی بهش چاقو بزنی. فکرشم نمیکنن که من دقیقاً 2 طبقه بالاترشون باشم. آره خصومت شخصی نیست. خیلی خوب جیمی، این آدما جایی نمیرن. آقای آدم کاش اینم سرنخه. من تو طبقه 20م. برای دخترت این کارو انجام بده. حالا که اون میدونه من کجا میخوام بدون اینکه چاقونوش جان کنم یا آگهی برای تو بخونم. تور با تکس بهترین راه برای بازپرداختی مالیاتیه. تو سال گذشته به طور میانگین مردم بیش از $3000 از بازپرداخت مالیاتیشون رو گرفتن. پول زیادیه. میشه یه دقیقه به این وقت بدی تا خوندن اینا که یا تموم کنم؟ جواب نداد. فکر کنم باید راه بیفتم. تور با تکس کارای مالیاتیتون هر جایی که باشید براتون انجام میده، حتی که در حال فرار از دست یه آدم کش باشید. نه. تور با تکس سال گذشته به مردم کمک کرد بیش از $113 میلیارد بازپرداخت کنن. وای خدا، این یعنی اون اینجاست. خیلی خوب خیلی خوب. عجله کن. اینجا با تور با تکس یادتون راحته که مالیات پرداخت میشه. شاید داره تو سوال باشه که اگه آسانسور بود چرا اون بالا ازش برای پایین اومدن استفاده نکرد. خب چون که من این پشت دیوار مخفی دارم. درد داشتم یه مزیت کوچولی از دیوار مخفی. اصلا ثبت نکنین. رو لینک زیر کلیک کنین و همین الان بازپرداخت مالیاتیتون رو تو تور با تکس ثبت بکنین. خوندن آگهی اونم وقتی که آدم کش دنبالت خیلی سخته. آقای آدم کش جیمی زود تون سریع به این صدا گوش بکن. این صدای در خروجی به سمت وسیله نقلیه ابوطابه. دوباره مثل نینجاها از دستم در رفت. این بار راهمون به یه لامبورگینی زرد ختم میشه. داداش چه خبر؟ صبر کن داری چیکار میکنی؟ میکنی؟ آدم کشی دنبالم. الان 20 طبقه بالاتره. وای خب بعد بریم. تو راننده باشه با این چجوری من برونم؟ من حتی نمیدونم چطور انقدر سری به این پایین رسیدیم. ای کاش هنوز پسرا همراه هم بودن. این اولین بارته که یه لامبورگینی میرونی؟ آره. گرده من وای خدای من. باید برگردیم به مسیر. باید به هلیکوپتر برسیم. اون ما رو به بانک میرسونه و بعد قراره بانکو بهتر کنیم. وای تو مکان بعدی میبینمتون. آی وایسا. همین الان گمش کردم. راه بیاف بزن بریم. خیلی سریع داره حرکت میکنه. باورم نمیشه که الان سوار یه هلیکوپتر منو خیلی جلو انداخت. الان آدم کشمون کمتر از 3 ساعت وقت داره تا $100,000 رو ببره. بانکه؟ آره خودشه. وای خدا. ببینیم در حالی که تو این گاف صندوق فوق محکم استیل قایم شدم میتونه بهم چاقو بزنه یا نه. خوشبختانه رادیو متوقف شد. خیلی دور نشده. حالا فرصت اینو دارم که قبل از نیمه شب بهش چاقو بزنم و پولمو بگیرم. واسه چطوره؟ خب ما اینجا من تو گاف صندوق بانکم ولی فکر نکنم وقت کافی برای وارد شدن داشته باشی. گاف صندوق بانک، بریم تو کارش. بانک دیر باز میشه. من همین الان به در لگد زد. فکر کنم عقدشو از دست داده. وای خدا. جیمی اونجایی؟ گول خورد. جواب داد. آقای آدم کش 2 تا گاف صندوق تو بانک وجود داره. تو اون اشتباه رو باز کردی. آره من یه گاف صندوق دیدم و فکر کردم همون یه دونه است. بالای اون گاف صندوقی که الان داخلشی یه گاف صندوق دیگه وجود داره ولی تو اونو انتخاب نکردی. اون آسون‌تره رو برداشتی. الان با دلار گیر افتادی. ببینم اون که این یه فولاد فوق محکمه. اهمیتی نداره. این پسر جیمی بعد جور گولم زد مگه نه؟ خیلی خوب کریس، اون قلابی که اونجاست میبینی ازت میخوام که اونجا وصلش کنی. منم اینو اینجا وصل میکنم و تو یه ثانیه از اینجا میبرمت بیرون. راحت باش. ممکنه فقط یکم تکون بخوریم. خیلی خوب. چه گفتی راحت باشی؟ یه چیزی محکم بچسب. درست بیرون این در داره یه اتفاقایی میفته. خیلی خوب. احتمال اینکه من برنده این چالش بشم زیاده. تنها چیزی که بین گاف صندوق و جلد وجود داره این دیوار آجوریه. داره میگه من از بانک سرقت کنم؟ آره دقیقاً همینطوره. خب آره چرا تکون میخوره؟
توی خدا میبینی؟ چه اتفاقی داره میفته؟ تو خود منم گل زد. صندلی رو هم من گرفت. آشو باجش دارم میبرن. فقط اونایی که اونجا گیر کردن. خیلی دلم میخواد آدم کشی پولو ببره. بریم ببینیم ادامهش. گل زدی. باورم نمیشه که جواب داد. اگه میخواید باک بزنید چرا این کار انجام نمیدید؟ نادان آدم کش هنوز تو رو نکشته؟ خب جیمی دارم باهات صحبت میکنم پس نه. حیف شد. باید تا پایین جاده ببرمتون 16 کیلومتر. اصلا تحملشو ندارم. باشه قرار نیست که وارد بزرگراه بشیم مگه نه؟ هنوز 1 ساعت برای بردن این $100,000 وقت داری. حمل و نقلتو سریع میکنم. خیلی خوب از اینجا ببرشون بیرون. حس میکنم داریم پرواز میکنیم. خب همونطور که قول داده بودم آره در واقع همه چیز طبق نقشم پیش رفت. ماشینشون رو له کردم، تو هتل سر کار گذاشتمشون، با لامبورگینی و هلیکوپتر فرار کردم و الان اون با نولان تو گاف صندوق گیر افتاده. 40 دقیقه تا پایان چالش باقی مونده. پس بریم به سمت آخرین محل. چون نگه داشتنش تو گاف صندوق جوریه که انگار داریم تقلب می‌کنیم. برای آخرین مکانمون به کارناوال میرسیم. اینجا تمام تجهیزاتش گرون و حواس پرت کنم. میخوام ببینم در حینی که من قراره الکی ادای معصوما رو در بیارم اون بازم بهم چاقو میزنه یا نه. این بار رو در رو. این کامیون حالا همراه گاف صندوقه. من میرم اونجا و قوزک پامو میشکنم. من تا حالا توی هیچ فیلمی این کارو نکردم. تولید متوقف کردیم و فیلمبردارا رو مرخص کردیم. تنها دوربینایی که موندن اونایی که از راه خیلی دور قائمکی فیلم میگرفتن. 20 دقیقه تا پایان چالش باقی مونده. ببینیم بازم با وجود اینکه آسیب دیدن بهم چاقو میزنه یا نه. فکر کنم بهتره آزادش کنیم. پسر آماده باش. بچه‌ها جیمی صدمه دیده. واقعا؟ آره بیاین بیرون. جیمی صدمه دیده. نه فقط درد داره. چیز خاصی چه اتفاقی افتاد؟ از روی نردبون باید مچه پاشو گچ بگیریم. این همه دنگ و فنگ به خاطر یه قوزک شکسته؟ آره قوزک باش. آره منم که نفهمیدم. یعنی در این حد ضایع بود؟ بزن بریم. اگه شکسته پس چرا نبستینش ها؟ آره من باید میزدم پامو واقعا میشکوندم. سعی داشتم این لحظه آخری از زیرش در برم. اینم $100,000. این برای من و خانوادم خیلی ارزش داره. ممنون. خب حالا خوشحالم که بهم چاقو زدی. جمله سنگینی بود. ممنونم که برات تماشا کردی. سابسکرایب کنید وگرنه شکایتتون میکنم. جیمی تموم شد. جیمی مرسی که تا اینجا ویدیو همراهمون بودید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. راستی سابو لایک یادتون نره.